به جرئت میتونم بگم اگر این جلسه رو تا انتها نگاه کنید دیگه مشکلی در مورد سیمکشی ساختمان و اطلاعات و قوانین مربوط به اون نخواهید داشت. به نام خدا. سلام، بنده محمد اسدی هستم از آکادمی برقکار شو. این دوره رایگان برق ساختمانه. الان در جلسه دوم هستیم. قراره در مورد سیمکشی ساختمان صحبت بکنیم. جلسه اول در مورد لوله کشی بود که تمام اطلاعات در مورد لوله کشی برق ساختمان رو کامل توضیح دادیم، هرچی استاندارد بود و گفتیم. الان میخوایم همون رو در مورد سیمکشی ها بگیم، استانداردها رو بگیم، ابزار و متریال و هر چیزی که نیازه در مورد سیمکشی ساختمان برای شما توضیح بدیم. قبل از شروع این جلسه میخوام به شما بگم این دوره رایگانه و در پلتفرم‌های مثل یوتیوب یا داخل سایت داره منتشر میشه. فعلا این دوره رایگان گذاشتیم چون واقعا بعضی از دوستان نیاز داشتن که یک سری اطلاعات تکمیلی در مورد برق ساختمان یا اصلا اطلاعاتی نداشتن، مثلا دبیرستان بودن یا دانشجو بودن یا شاگرد برقکار بودن، میخواستن یک اطلاعاتی در مورد برق ساختمان داشته باشن. ما سعی کردیم هم برای اونا توضیحاتی رو بدیم، هم برای کسایی که دارن داخل برق ساختمان کار میکنن اصول و قوانین رو بگیم که بتونن اطلاعاتشون رو بروز بکنن. بازم میگم این دوره رایگانه، ولی چون رایگانه قرار نیست ما چیزی رو محدود کنیم و اطلاعاتی رو که میدونیم نگیم. ما هر اطلاعاتی در مورد برق ساختمان بدونیم برای شما توضیح میدیم. دوره به صورت عملی فعلا نیست چون واقعا وقت نشده ما این دوره رو به صورت عملی بخوایم برگزار بکنیم. فعلا هر چیزی رو که امکان داره برای شما توضیح میدیم. جایی هم که نیاز بود یا داخل کامنت ها گفتن حتما ویدیوهای جداگانه میگیریم و به صورت عملی توضیح میدیم. برای دوره عملی هم برنامه‌هایی داریم که فعلا وقتش نیست. فعلا میپردازیم به همین جلسات رایگانمون و اطلاعاتی رو که میتونیم به شما بدیم. بعد از اتمام لوله گذاری حالا وقت سیمکشی ساختمانه. اما طبق مقررات ملی ساختمان شما سیمکشی رو باید بعد از نازوکاری، یعنی وقتی که کامل گچکاری انجام شد و سفیدکاری انجام شد، شما سیمکشی رو انجام میدین. برای همین باید داخل اون مرحله لوله گذاریتون دقت کامل رو داشته باشید که دوچار لوله گرفتگی یا شکستگی نشین که بعداً دوچار مشکل نشین. خب یک سری مقدمات رو گفتیم، الان میریم سراغ استانداردهایی که داخل سیمکشی باید رعایتشون کنیم. اولین چیزی که ما داخل ساختمان باید بدونیم، تاکید میکنم داخل ساختمان ما کاری به صنعت و جای دیگه نداریم، ما در مورد برق ساختمان داریم صحبت میکنیم. سیم‌ها باید از جنس مس باشن. طبق مقررات ملی سیم آلومینیوم در مدارهای نهایی ممنوعه و شما باید از سیم‌های مسی استفاده کنید. سیم مس باید میتونه نیمه افشان یا افشان باشه. چیزی که عرفه و عموم داخل ساختمان‌ها داره استفاده میشه سیم افشان که سیم افشان به این شکل رشته است. شما برای اینکه مدارهای نهایی یا نصبیجاتتون رو میخواین انجام بدین حتما باید سر این سیما برای کلید پریزا یا اینکه به کلید مینیاتوری میخواین نصب کنید حتما وایرشو پرس بکنید یا اینکه این سیما رو لئیمکاری و قلندود کنید. خب ما از کجا بفهمیم این سیما استانداردن؟ راههای تجربی زیادی هست. مثلا آتیش میگیرن زیرش یا اینکه سیمو خم میکنن که ببینن انعطاف پذیریش چقدره. ولی شما کاری که باید بکنین، هرچند به عنوان یک برقکار شما این وظیفه یک ناظره که تشخیص بده این سیمی که داخل ساختمان استفاده میشه استاندارد هست یا نه. ولی بهتره بدونید یک کد 10 رقمی رو آخر مثل لوله های برق یک کد 10 رقمی روی این سیما هک شده که شما با ارسال این کد به 101517 میتونید متوجه بشین که این سیم استانداردهای لازم برای برق کشی ساختمان رو داره یا نه. خب میرسیم به رنگ بندی سیما. داخل ساختمان ما سیم فاز داریم، سیم نول داریم و سیم ارد یا همون هادی حفاظتی. سیم فاز ما قرمز به ترتیب قرمز، زرد و مشکیه. سیم نولمون آبی کمرنگه و سیم هادی حفاظتی یا سیم ارتمون راه سبز و زرده. خب شما باید یک چیز دیگه هم در ساختمان در نظر بگیرید، اینکه رنگ هادی فازها باید از هادی بالا دست اون تبعیت بکنه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما فرض میگیریم یک ساختمان 3 واحده داریم که 3 تا کنتور داره و 3 فاز هم برای اون وارد شده. هر ساختمان ما میگیم تک فازه و قراره به این ساختمان ها سیم کشی بشه. فاز اول که قرمز وارد کنتور اول میشه و وارد از کنتور خروج کنتور میره تو واحد اول. چون فاز بالا دست اون قرمزه، فازی که برای
ساختمان میره باید قرمز باشه و فازی هم که داخل ساختمان استفاده میشه و برای مدارهای روشنایی پریز میره حتما باید قرمز باشه. برای فازهای بعدی هم به همین شکله، یعنی اگر فاز دوم مشکیه شما نمیتونین تو واحد از رنگ زرد یا قرمز استفاده کنین، هرچند این چیزا خیلی استفاده میشه ولی شما بهتره که قانون رو بدونین و اون چیزی که قانون تا اونجایی که ممکنه استفاده بکنین. جلوتر در مورد سطح مقطع روشنایی پریز و هر چیزی که داخل ساختمان استفاده بکنیم میگیم، ولی الان میخوام به شما بگم سطح مقطع فاز و نول و هادی حفاظتی در ساختمان باید از یک سطح مقطع باشه. یعنی شما نمیتونید یک پریز با سطح فازش 2.5 باشه، نولش 2.5 باشه و ارد بخواین 1.5 استفاده بکنید. داخل یکی از پست‌ها داخل اینستاگرام دلیلش رو توضیح دادم که استفاده کردن با سطح مقطع پایین‌تر، مثلا هادی حفاظتی، باعث میشه که کلیدهای حفاظتی یعنی کلیدهای مینیاتوری و فیوزهای ما عملکرد درستی نداشته باشن. در مبحث 13 کاملا به این نکته اشاره شده که تا سطح مقطع 16 میلیمتر حتما سطح مقطع ها باید یکسان باشه، یعنی هادی فاز و نول و ارد باید یک سطح مقطع یکسان داشته باشن. این به مرحله مداربندی باید بگم که این مرحله رو حتما طبق نظر طراح و چیزی که در نقشه شما وجود داره انجام بدین. اگر جای قید شده سیم 1.5 استفاده کنین حتما سیم 1.5 استفاده کنین، جای قید شده سیم 2.5 استفاده کنین حتما سیم 2.5 استفاده کنین. ولی ما میخوایم یه توضیحات تکمیلی بدیم. فرض میگیریم شما نقشه‌ای ندارین و میخواین یک ساختمانی رو انجام بدین، یک ساختمان حدود 100 متری کاملا نرمال. چیزی که عموم مسائل را اجرا میشه، ما برای روشنایی ها حتما 3 سیم هادی حفاظتی رو به هیچ وجه حذف نمی کنیم. 3 سیم میبریم برای روشنایی، 1 سیم فاز، نول و هادی حفاظتی ما. سطح مقطع این سیم ها هم حتما باید 1.5 باشن. گفتم که طبق نظر طراح ممکنه تغییر کنه، شاید 2.5 باشه، شاید جایی نیاز باشه طولانی باشه، از مسیرهای گرمی عبور کرده باشه، طراح در نظر بگیره یا تشخیص بده که این سیم باید 2.5 باشه. ولی چیزی که عموم هست برای روشنایی شما از هادی با سطح مقطع 1.5 استفاده میکنید. برای پریز هم به همین شکل شما 3 سیم داخل لوله میبرین، هادی فاز و نول و هادی حفاظتی که سطح مقطعی که عموم هست و باید برای پریزها استفاده بشه 2.5. قبلا بیشتر مشاهده میشد که برای آشپزخونه ها سیم 4 میبردن که این اشتباهه. شما برای آشپزخونه ها باید سیم 2 ببرید، 2.5 ببرید، ولی برای آشپزخونه حداقل 2 تا مدار باید ببرید. میتونید بیشتر ببرید، خیلی هم بهتره که بیشتر ببرید چون تعداد مصرف کننده ها داخل آشپزخونه بیشتره و معمولا مصرف کننده هایی مثل مایکروفر یا حالا کتری برقی که المنتی هستن و مصرف بالایی دارن استفاده میشه. ولی حتی الامکان 2 مدار ببرین، 1 مدار برای لوازم آشپزخونه و 1 مدار حتما برای یخچال و فریزر. برای کولرها شما 12000 18000 میتونید 2.5 ببرید، برای تا حالا 24000 هم میتونیم تا 4 ببریم، بستگی به فاصله تون داره، فاصله ای که از کنتور حالا از تابلو برقتون تا اون کولرتون قرار ببرید. هرچند که این سطح مقطع سیما برای جنوب کشور کافی نیست، شما میتونید برای جنوب یک سطح مقطع بالاتر در نظر بگیرید. میرسیم به ابزارها و نکات اجرایی که داخل سیمکشی ساختمان باید استفاده بکنین و به کار ببرین. برای سیمکشی ابزارهای خیلی زیادی نمیخوایم، مشخص ترین و اصلی ترین ابزار ما فنر سیمکشیه که الان فنرزن برقی هم هست که شما اگر دارین شروع میکنین اصلا به هیچ وجه نیاز به فنرزن برقی ندارین، چون پروژه هایی که میگیرین معمولا کوچیکه و فنرزن برقی یه جورایی برای پروژه های کوچیک خیلی هم استفاده نداره، چون فاصله ها نزدیکه. شما میتونید با یک فنر معمولی سیم کشیتون رو انجام بدین. چسب برق و حالا سیمچین هم نیاز دارین برای چسب زدن روی فنر رو یا اصلا سیم لخت کردن روی فنر گذاشتن. این ابزارهاییه که برای سیم کشی شما نیاز دارین. معمولا سیم کشی تک نفره خیلی دشوار و سخته، بهتره که برای سیم کشی حتما 2 نفر باشین، اینجور کار راحت‌تر پیش میره و سریع‌تر. یه نکته که خودم تو اجرا همیشه رعایت میکردم و کارمو جلو مینداخت، یه چسب کاغذی یا لیبل همراه خودم داشتم. موقعی که سیم کشی میکردم اون سیمایی که داخل تابلو کلید مینیاتوری میومدن حتما لیبل میزدم، چسب میزدم که مشخص بشه این سیما مال کدوم مداره که موقع انتهای کار برای بستن کلید مینیاتوری دچار زحمت نشم و نخوام
حالا از مولتی متر و چیزهای دیگه استفاده کنم که اون سیمو پیدا کنم. بعد از اتمام سیم کشیتون حتما سیم‌ها رو جمع کنین، داخل قوطی‌ها بذارین. اگر میتونید کارتون چیزی روش بذارین که این سیم‌ها زخمی نشن، یا حتی چون ساختمان در حال ساخته و هنوز به شکل کارگاهه، سیمان و گچ روی اونا ریخته نشه که بعداً خودتون دچار دردسر نشین و یه کار تمیز رو بتونین ارائه بدید. تقریبا تمام نکات رو گفتیم تا اونجایی که میدونستم. هر نکته‌ای که نیاز بود برای سیم کشی، حالا قوانین رو گفتم. حالا اگر نکته‌ای باقی مونده بود حتما دوستان تو نظرات بگن، یا اگر خودم به ذهنم رسید حتما یک ویدیوی دیگه میسازم تا تمام این نکات داخل این ویدیو جا بشن و تمام نکات رو بگیم. خب یه نکته‌ای که باید اضافه کنم، این که اول ویدیو گفتم، الان میخوام واضح‌تر بگم، این دوره‌ها عملی نیست. یعنی فعلا ما داریم به صورت تئوری یا شفاهی برای شما یک سری نکات رو میگیم تا اونجایی که بتونیم تمام نکات رو به همین شکل به شما ارائه میدیم. حالا جایی هم نیاز شد ویدیوهای عملی میسازیم، ولی حتما در آینده به زودی دورهای عملی برق ساختمان تا اونجایی هم که بتونیم رایگان میسازیم برای شما که بتونید استفاده بکنید. خیلی از دوستان پیام داده بودن برای حالا دوره‌های عملی یا مجازی. واقعا وقتش نمیشه. من خودم درگیر ساخت یک دوره برای تولید و ساخت چراغ هستم که این دوره کاملا 0 تا 100 به صورت عملی ما چراغا رو باز کردیم، همه چیز رو کامل در مورد چراغا، LED ها، هر چیزی که در مورد ساخت چراغ، تولید چراغ، تعمیر چراغ میگیم که به نظر خودم خیلی دوره خوبیه. فعلا درگیر اونیم، نمیتونیم دوره برق ساختمان رو به صورت عملی فعلا بسازیم. فعلا اون دوره رو که ساختیم تموم شد، انشالله میریم برای فازهای بعدی. در آخر میگم بازم نگین این دوره رایگان شاید چیز خاصی داخلش گفته نشه. ما تمام چیزی که میدونیم و میگیم. حتما از این دوره استفاده کنین، برای دوستانتون بفرستین، برای کسانی که فکر میکنید نیاز دارن به این دوره و میخوان برق ساختمان یاد بگیرن یا اصلا دارن شاگردی میکنن و این دوره میتونه به دردشون بخوره و میتونه یک چشم اندازی از شغل برق ساختمان براشون داشته باشه. چیزی نمونده، ما تمام مطالب رو گفتیم. تا جلسه بعدی فعلا خدا نگهدار.